воқеан шодравон Шарифи Мисайзод عاشق باغ و چشمه پاکی وطن بود. با صدای دلنشین و مرغوبش به برنامه خاکی وطن صدها هموطن را به وطن آورده بود. درباره شادروان شریف میسایزاد میتوان بسیار نوشت و بسیار گفت. طول چند سال آخر او را بیماری قلب اذیت میداد. ولی طور همکاران و دوستانش میگویند حتی یک روز هم فعالیت ایجادی خود را قطع نکرده است. فعالیت روزنامه‌نگاری شادروان شریف میسایزاد ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شروع گردیده. او اول در اداره اخبار و بعداً در اداره برنامه‌های سیاسی و بین الخلقی رادیوی تاجیکستان فعالیت کرده است. او از محرران مسئول برنامه خاک وطن نیز دانسته می شود. با تشکیل گردیدن رادیوی صدای دوشنبه تا واپسین لحظه های عمر فعالیت روزنامه‌نگاری خود را در همین رادیو ادامه داده است. شادروان شریف میسایزاد از زمره اولین روزنامه‌نگاران است که گزارش‌های مستقیم را در جریان واقعه و رویدادهای مهم تاجیکستان پیشنهاد شنوندگان گردانیده یک مکتب بزرگ را در شکل نوی گزارش‌ها راه‌اندازی نموده است. در برابر فعالیت روزنامه‌نگاری همچنین او با تخلص شیدا شعر می‌گفت. غمنامه دوستش جمعه میرزا: ای عاشق باغ و چشمه پاکی وطن، آورده ای هموطن تو با خاکی وطن، خوابیده آسوده تو در پشته سبز، بالین تو گشته خاک نمناکی وطن. قد تو میانه بود و قدر تو بلند، جای تو در انجمن بوده صدری بلند. 100 سال دیگر صدا نیابد چون تو، راوی سخندان و هم قدری بلند. در زندگی کم نبود تشویش شریف، غم کرده سفید موی سر و ریش شریف. بر کار وفادار بماند تا آخر، مرگش بوده آخرین گزارش شریف. شنوندگان ارجمند، عین حال پخش مستقیم از مرکز رادیوی مهاجر شهر مسکو. بیایید خاطرات از سخنرانی همکورس دوست شادروان، دیرکتور کتابخانه دانشگاه دولتی شهر خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، نامزد علمهای فیلولوژی بانو دلبر صمدова را بشنویم. وصف و ثنا و نمیدونم باز چی گویم. شریف خان برای من نه تنها همکورس بلکه دوست و برادر هم بود. یکی از نفرانی که در دلش یگان نسبت به یگان نفر غرض نداشت، هم زندگی را دوست می داشت، اطرافیان را دوست می داشت، همیشه کوشش میکرد که کسی را نرنجاند. من گمان نمی کنم که حتی یگان وقت یگان مورچه را آزار داده باشد. شریف خان همیشه نفری بود که میخنداند و در واخوری آخران به من گفت که دلبر، پس از در واخوری های آینده، واخوری های من بعده شما پس از مرگ من فقط یاد بود خواهد بود. و من به این سخنی باور نکردم. گفتم تو با این دلی که داری که همیشه به مردم شادی میبخشید، تو انشاءالله بیش از 100 سال عمر میبینی. ولی افسوس که مرگ رو از بین ما برد. در روز حمایه من یگانه نفری که از کجای شنیده به تبریکم آمد، یعنی نفری بود که همیشه به مردم شادی میبخشید. خود میگریست ولی گریستن خود را نشان نمیداد. درباره شریف خان هر چی گویم باز هم کم است. محفل‌آرا بود، محفل‌آرای گروه، محفل‌آرای فاکولته، محفل‌آرای همه بود. شنوندگان ارجمند، بیایید بشنویم خود سیف دوستیف، ژورنالیست ورزیده تاجیک، چه خاطراتی را در این روز پرشکوه مولود شادروان شریف میسایزاد یادآور شدند. دوست بهترین و بهین ما یکی از ژورنالیستان ابرده است
یکی از دوستان و قلمنگاران چیره جمهوری تاجیکستان شریف میسایزاد است که از سن 54 سالگی در آمد. من او را در زمان گذشته هیچ وقت یادآور بوده و شده نمیتوانم. من فکر میکنم و میدونم شریف میسایزاد زنده است و از زنده ها هم زنده تر و خدمت های سازنده ای که شریف میسایزاد برای مهاجرین تاجیک کرده بود اصلا تعریف فراموش نمیکند. ببینید که امروز مهاجرانی که امروز میگویند مهاجرانی کاری که در مسکو هستند، در روسیه هستند، در سرتاسر دنیا هستند، اینها اصلا مهاجر نیستند، اینها هجرت نکردند، اینها با سفر کاری دارند و در و دروازه وطن برای اینها باز است. و اما شریف میسایزاد سر از سال 1992 تا سال 1995 برای اون مهاجران اجباری که مجبور بودند ترک وطن کنند، گریزه بودند، فرار کردند وگرنه تومه مرگ میشدند، برای آنها خدمت‌های سازنده و ارزنده کرد. با اینکه در رادیوی صدای دوشنبه شریف میسایزاد با گروه دوستان خود، با کمپانی رفیقان خود یک برنامه رادیویی خاک وطن را طرح‌ریزی کرده بود، این بجان اون مهاجران ملهم شده بود، مرهم شده بود. مثل حلوایی بود که از آسمان، همان گونه که حلوای آسمانی که به قوم موسی که در دوره فرعون مهاجر بودن آمده میرسید، انا به همون مثل انمون حلوای موسایی یا و خود حلوای آسمانی صدای شریف میسایزاد این فضا را پر میکرد و با آنها مژده و پیک آزادی می آورد. و من همیشه میگویم که شریف میسایزاد اگر در میان ژورنالیستیکای تاجیک نفری باشد که با عنوان قهرمانی بیارزد، شریف میسایزاد بود که با همون لحن شیرین خود دلهای مردم را گرم کرد، آنها را به وطن بازگردانید. روح او ابدا شاد است که این کار را کرده است. شریف میسایزاد مثل هر یک وارسته، هر یک زیایی، هر یک فرد جمعیت که درد میسازد، درد جمعیت را، وجودش البته دردمند بود و اون دردها بودن که در جوانی به دل شریف شیدا تخلص شاعریش بود راه یافتند و او را سرآغاز به بستر مریضی و بعدا به بستر مرگ کشیدند. و اما ببینید بستر گفتن در اینجا خیلی زیادتی است، زیرا شریف میسایزاد هیچگاه تن به بستر نداده بود. با گفته خودش که بسیار شوخی هم میکرد که من چخ میمیرم، من چخ مرد، راست مرد و راست در خدمت وطن مرد. من همیشه از شریف با یک ویژگیش در تحیر میبودم. فرض مثال بارها بود که ما و شریف در یک بیمارخانه خواب بودیم، اذیت قلب داشت، به زور به حضور راه میگشت و اما وقتی که او را با استانسیون رادیویی میپیوستند مثل یک شعر ژیان میشد، مثل شعری میشد که مثلا خون را میبیند، مثل رستم دستان میشد که در میدان با افراسیاب و گرسیوز و دشمنان خش دچار میگردد، روح دیگر میگیرید، قوت و نیرو میگیرید. صدایش شرر داشت و بعد اونی که گزارش ها را پخش میکرد هم میشد باز افسرده میگردید، باز خزانتر میشد. ببینید ژورنالیست پروفسیونال بود، هیچ نمیخواست که یگان هوادارش، یگان مخلصش که میلیون ها در تاجیکستان بودن ضعف او را درک کنند، این وقت بیچاره نولید نمیکرد. سلامت باشد و کل مسافران یا در سفر بوده های تاجیک درود و پیام من رسیده بود و من بار دیگر میگویم که یگان تا شما مهاجر نیستید، شما هم وطن در سفر کار قرار دارید و انشاءالله هر وقتی که به وطن میگردید در و دید و دیده های هر هموطن و خود وطن برای شما باز است. خدا نکند از اون هجرت اجباری که ملت تاجیک کرده بود و افغانستان گریخته بود و شریف میسایزاد آنها را دیگر کرده آورده بود، خدا نکند که با آن روزها دیگر یک تاجیک برسد و همیشه با وطن، با ما و در فضای رادیوی مهاجر بماند. بگذار از مهاجرت تنها نام همین رادیو نصیب شما گردیده باشد. تشکر. ما هستید، شما هیچ وقت مهاجر نیستید،
شما با ما تاجیکستانیت، هم وطنت، هم دیارت، هم محلت، هم خونت، هم مرامت، هم زبانت، هم دولتت. ما همیشه شما رو انتظارت. شما هم ما. از قلمی همکورس، دوست و ژورنالیستی ورزیده صفوت برهانов. امروز زادروز شریف است. شریف میسایزاد. شریفی که همه نشستهای ما را پرشور میکرد. شریفی که خنده می آفرید. شریفی که به همه شادی می بخشید. در هیچ کار نکردنش هم یک چیزی بود که همه را می خنداند. گمانم نیرومندتر از او کسی را پیدا کردن نمی شد. یک جهان درد را به خنده می کشید. گریه را به خنده بر می گرداند. شریف بود. امروز باید بخندیم. هرچند دلتنگیم. یادت به نیکی. شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر، تشکر زیاد که ما را همراهی میکنید و باز یادداشت از ژورنالیستی ورزیده صفوت برهانов. درود با همه شنونده ها و همه اونایی که ما میشنوند. سپاس از رادیوی مهاجر که یاد میکند. و دیگر شریف، ما همکورس بودیم، با شریف همکورس بودیم. بیشتر از این ما هم چون برادرها بودیم. هیچ یک روزی خوب و بدمو به همدیگرمون نمیگذشت. ما همه خیلی همکورس‌ها هستیم که از مانند یعنی دودر و برادر بیگانه نیستیم. لیکن یک چیز ما همین روز باید بگم، راستی از سمین روز ما میدونیم میشه شما زادروز شریف چند سال شد که ما ذکر میشیم. اگر شریف هر چند که یک آدم شوخ بود و زنده دل بود و همیشه خنده بود و همیشه میخنداند و خنده میکرد، لیکن شریف یک درد بود. همون چند کیلو بود، همون کیلو درد بود. یک چیز من اوزی برای شما باید بگویم که چی درد داشت شریف، چی چیزی بود که شریف با همون آدم همون شریف سال یک سالای بسیار دشوار بود. از کجای اومده بود؟ رادیو پیشش رفتم، رادیو کار میکرد، رادیو تاجیکستان. گفتم بیا اونجا رویم یک کل چای گیریم. بعد بیرون شدیم، گفت که بیا، گفت همین چای نمیخوریم و تو مچیتون میرویم. اینجا دو بیمار هست و دو زنه که هم از دیهی پوشیون هستن، همراه خبرگیری میریم. بعد از اونجا خیستیم، گفت که بیا همون چیزی که ما عبید میکنیم همون عبید همون مقصد قبل نیست باشن. بعد رفتیم راه او یک چیزایی به من گفت که باور کنید هرچند که روز و وزنی بود، هرچند که زمانهای بسیار بد بود، لیکن با این درجه من تصور کردن باور کردن نمیتونستم. بعد پس از همون گپ شریف من رفتم پوشون، خونه به خونه گشتم، یک به یک آموختم. یک چندین ده ها من نوشته ها دارم در بوده پوشون. دوجه خونه خیز مردم بودن. همین فامیلی هایی که از بین رفتن 10 ها فامیلی ها هستن. همینه چوب کردم، بانگی استیراب زدم و همه جو هیچ چی گوییم. تو امروز من همون چیز ندیدم. تو همون روز من با سازمان‌های خارجی کار میکردم، همکاری داشتم، احترام هم داشتم، همونطور باورم میکردم. روزی که من روبرو شدم با گلوبال فوند، با یک زنگی همونجا کار میکرد، روبر بود، یک زنگی به سعودی دوست، میلیون ها دلار در همون سالها میدوزیدن، لیکن پوشون هیچ کمک یاردم نمیکردن. در پوشون سری سیل یک دامن پهن کرده بود. گفتیم روحاشم پیدا کردیم که آسان میشود. اگر ما خواهیم که یاد شریف زنده باشد، هر کسی که اگر همین شریف یاد میکند باید که پوشون رو یاد کند. برای که درد شریف چیزی که شریف کشت درد پوشون بود. شریف پوشون کشت. پوشون باید که از پختکاری آزاد کنیم. مردم پوشون به چرواداری سلیسیل همه میدوند. بسیارترین دکتر میدوند که سلیسیل از نخوردن گوشت و شیر و روغن میشه.
مردم چروداریش زیاد کردن در اونجا مردم پخته میکنند چروا ندارن. باور کنید بهترین کار میشد یعنی مرز ناموسی ما و شما دوستای شریف هر کسی هر چیزی میتوند برای پوشان برای مردم پوشان اون خانواده های افرادم نجات دادن. یعنی این بود خنده هایی که شریف یعنی دردای با خنده هاش پیدا. سطرهای آخرین از قلم شادروان شریف میسایزاد. نه دل داری نه دل داری تو ای گل، نه غم داری نه غم داری تو ای گل. تو دل داری ولی مهر و محبت، نه کم داری نه بسیاری تو ای گل. نه سوز و نه شرار داری ای دل، نه اوج و نه برار داری ای دل. مگر دیوانه آخر دل ای دل، نه صبر و نه قرار داری ای دل. گل من ای گل من ای گل من، گلی بشکفته در کنج دل من. چو گل پژمرده گردد وا دریغا، نه بشکفد دوباره در دل من. گهی با دلبران باشی دل من، گهی با دختران باشی گل من. خیالم ماه تابانی شب تار، میان اختران باشی گل من. با چشمان سیاحت عاشق من، قدی سرو و نگاهت عاشق من. نمودی موی خود را میده بافی، به هر یک تار مویت عاشق من. شنوندگان ارجمند رادیوی مهاجر و هواداران برنامه تاریخ گواه است. این بود چکیده بخشیده به زادروزی روزنامه‌نگار، شاعر، راوی ورزیده شادروان شریف میسایزاد. مولودشان مبارکمان و روحشان شاد باد. تشکر زیاد که ما را همراهی کردید. فیروزی و خانوادگی شما آرزوی همیشگی ماست. شنوندگان عزیز، رادیوی مهاجر. تلفن برای تماس 8965 151 0410.